در این درس نقطه‌های کریتیکی رو دیده می‌بریم. با درسی پیشین علاقه‌مند است. چرا که در خطی داشته باشیم و در درس پیشین چیکار کردیم؟ افزونشوی کمشوی فункცია رو یافتیم. کی به بالا میرود، کی به پایین میرود. اکنون ما نقطه‌های کریتیکی این نقطه گردش رو نقطه‌ای که از بلندی به پسشوی میره یا از پسشوی به بلندی میره نقطه کریتیکی میگن. در اینجا حاصل هم وقت به 0 برابر است. البته که از بوچکه میگیم در رسم این دیدن آسان است. نقطه کریتیکی در اینجا مثلا -2 و 2 است. باز این در اینجا کله ماکسیموم است، کله مینیموم است. این اصلا بالاترین یا پایینترین معنی ندارد، لیکن در همین فاصله کله بالاترین است، ماکسیموم است. کله مینیموم است مثلا در اینجا در نقطه 2 و در نقطه -2. به گرافیک این رو مچخه البته میبینیم با یاری حاصله. کدام نقطه‌ای که حاصله ما رو به 0 برابر میکنند آنها نقطه‌های کریتیکی هستند. لیکن نقطه‌های کریتیکی معنای هم وقت کلای بلند و کلای پست رو ندارند. مثلا ما در اینجا یک فункція داریم، چیزی که می‌دونیم فункція کوبی است. وقتی ما حاصلش رو میگیریم حاصله این فункція به 3x کвадрат برابر است و ما می‌دونیم که نقطه کریتیکی کی 0 برابر میشه وقتی x 0 است. لیکن در اینجا چیزی که می‌دونیم این نقطه کریتیکی است، لیکن کلای بلند یا کلای پست رو نشون نمیده، اون معنا ندارد. ما در درس‌های پیشینه وقتی دو حاصل رو می‌گذاریم، وقتی فункція دو مراتب حاصل می‌گیریم بعد اینها رو دیده می‌بریم. باز یک بار دیگر با درس پیشینه این رو علاقه‌مند کنید. مثلا ما چیکار می‌کردیم؟ فункція داشته میشد، حاصلش رو می‌گیریم، بعد در خط تیری کی به بالا می‌رود، کی به پایین می‌رود، اون رو دیده می‌بریم. وقتی ما این رو پلس مینوس بالا پایین داشته باشیم در این نقطه کریتیکی است. در این نقطه کله‌ای بلند داریم، کله‌ای ماکسیموم داریم. وقتی شما فункція شما با پایین می‌رود، با بالا می‌رود، چیزی که می‌تونید با پایین با بالا، این نقطه کریتیکی است و کله شما مینیمم است. چیزی که می‌بینیم 3 1 تا 3 بالا رفته است، در اینجا هم بالا رفته است. 3 نقطه کریتیکی است، لیکن در اینجا ما کله‌ای بلند یا کله‌ای پست نداریم. در این حالت‌ها هم هست. اینها رو با دیتیل با دیگر درس دیده می‌بریم. همه اینها رو با خصوصیت‌هایش. یک مثال کار کنیم. مثلا فункція داشته است. بیایم فункція رو دیده برایم. اول کله‌ای بلند یا پست است. اول حاصلش رو میگیریم. این به چی برابر است؟ 3x کвадрат - 6x - 9. بعد من باید نقطه کریتیکی رو یابیم. نقطه کریتیکی رو چیکار می‌یابیم؟ با 0 برابر می‌کنیم. همین چی رو با 0 برابر می‌کنیم. بیاین همش رو با 3 تقسیم کنیم ساده شود. x کвадрат - 2x - 3 برابر 0 میشود. این رو شما میتونید با یاری دیسکریمینانت یا اینکه با قوس‌ها جدا کرده کار کنید. این اگر با قوس‌ها جدا کنید x - 3 میشود و x جمع 1 برابر 0 میشود. از اینجا می‌دونیم که x - 3 و x + 3 و x برابر -3 نقطه‌های کریتیکی هستند. اکنون چیکار می‌کنیم؟ خطی راستی تیری رو میکشیم و ریشه ها رو می‌ریم از مینوسی به آخر، از مینوس به آخر، بعد از ما خورد مینوس 1 میشد، بعد 3 میشد، بعد به آخر میشود. عدد رو انتخاب میکنیم. مینوس به آخر مینوس 1 مینوس 10 بگذار باشد، در حاصله میمونیم. اگر مینوس 10 رو مونیم جوابی ما مثبت یا منفی میشد، همون رو باید ببریم. جواب ما مثبت میشود. مینوس 1 و 3 0 رو انتخاب کنید، در حاصله مونیم جواب ما منفی میشود. 100 رو مونیم بین 3 و به آخر 100 رو اگر مونیم جواب ما مثبت میشه. از اینجا دیده میتونیم که فункція ما با بالا رفته ایستاده است، بعد به پایین رفته ایستاده است و بعد به بالا. در این نقطه کریتیکی ما کله‌ای بلند داریم، در این نقطه کریتیکی ما کله‌ای پست داریم. یعنی در مینوس 1 ما چی داریم؟ کله‌ای ماکسیموم داریم، بلندترینه ماکسیموم، کله‌ای ماکسیموم در همون فاصله ماکسیموم داریم و در پلس ما کله‌ای مینیموم داریم.